گوش بگی دیگه. گوش بگی یعنی مایده خورشخان نزن میگم. خب خودشو این است گوش بگی. خب میایم امروز سر چیز صحبت میکنیم، مثلا سر دیوایس منیجر صحبت میکنیم، نه سر دیوایس این پرینتر. دیوایس این پرینتر به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر از استفاده میشه وقتی که شما میخواین مثلا چی کنین، موبایل امرای کامپیوتر چی؟ درست شد؟ وقتی که میخواین مثلا بلوتوت امرای کامپیوتر چی کنین وصل کنین، در اون صورت ما چی استفاده میکنیم؟ دیوایس این پرینتر. دیوایس این پرینتر که شما آوردین اینجا چی را کلیک میکنی؟ اد دیوایس کلیک میکنی. اد دیوایس کلیک کردین اینجا میبینین که کدام دیوایس مثلا اینجا پیدا کرد. شما این را انتخاب میکنین، نکست میگین. این چی میشه؟ نام موبایل تان میایه. وقتی که نام موبایل تان آمد بازی یک رقم شماره در موبایل تان چی میکنه؟ سند میکنه. خب اینا که سند کرد از موبایل پیر این کانکت میگین. اینا که وقتی کلیک کردین تک مارک میکنین، اینا پیر میگین. اینا پیر که گفتین یس کلیک میکنین. گوش بگی مایده. چی میشه؟ به شکل مکمل میشه. وقتی که مکمل شد این دیوایس بلوتوت شما چی میشه؟ اینجا اد میشه. این که اد شد شما مین مثلا اگر میخواین که یک چیزی را سند کنین از کامپیوتر به موبایل، در اون صورت چی میکنین؟ یک فایل مثلا سرش رایت کلیک میکنین. سر یک فایل چی میکنین؟ رایت کلیک میکنین. وقتی که مایده گوش بگی چی میسج کده میری؟ وقتی که میخواین که یک چیزی را سند کنین سر چی میکنین؟ سر از امون چیز رایت کلیک میکنین. وقتی که اینجا رایت کلیک کردین اینجا چی میکنین؟ رایت کلیک میکنین. وقتی که رایت کلیک کردین سند تو را کلیک میکنین. سند تو را کلیک کردین میگه سند تو بلوتوت دیوایس. اینجا چی میکنین؟ سند تو بلوتوت دیوایس کلیک میکنین. باز اینجا دیوایس انتخاب میکنین. مایده گوش میگیری نمیگیری؟ خب خرکی میگیری دیگه چیز رو که یک طرف طرف دیگه مسیج میکنی. حتما گپ ما بر ارزش نداره که قسم میگی. خیلی ارزش. خب من مثلا اینجا بلوتوت امو دیوایس انتخاب میکنی. وقتی که دیوایس انتخاب کردی چی میگین؟ نکست میگی. نکست که گفتین اینجا دوباره در موبایل تان چی میاد؟ یک مسیج دیگه میاد به نام اکسپت. پورا چی میکنین؟ اکسپت میکنین. اینجا میاین اکسپت کلیک میکنین. وقتی که اکسپت کلیک کردین این چی میشه؟ به شکل روان میشه. اگر ویدیو باشه مثلا تصویر باشه هر چیزی که باشه تا که پروگرس بار پورا نشه باز پورا نمی باشه. برزی منتظر می باشیم. فینیش گفتی را در موبایل چی میشه؟ سند میشه. وقتی که سند شد باز شما میتونید که در گالری تان برین و ببینین اون را. دینی به این طریق شما میتونید که چی کنین؟ یک دیوایس بلوتوت اد کنین و ببینین. وقتی که مثلا شما میخواین یک دیوایس چک کنین که آیا کانکت است یا نه، میان چی را کلیک میکنین؟ این را کلیک میکنین میگه اکسس پوینت.
وقتی که کلیک کردین چی میگه کانکشن سکسسفول اگر کانکت باشه اگر نباشه باز مسیج نمیده به شکل روان سر از کلیک کنین کانکشن سکسسفول میگه وقتی که میخواین مثلا دیلیتش کنین دوباره انتخابش میکنی به این شکل چی میشه دیلیت میکنی ریموو دیوایس که کلیک کردی ایره چی میگی یس میگی یس که گفتی به این شکل چی میشه دیوایس دیلیت میشه فهمیدین مایده این موضوع رو موضوع دیگه کسی اینجا اد ا پرینتر است اگر میخواین مثلا کدام پرینتر چی کنین اد کنین باز میتونید شما از این استفاده کنین مثلا اد ا پرینتر کلیک میکنی وقتی کلیک کردی در این صورت بر شما چی میاد امو دیوایس میاد دیوایس پرینتر وقتی که آمد باز شما با مثل زمین بلوتوت که اد کردیم امیری چی میکنی به این شکل میزنین مثلا او را میارین در اینجا فهمیدین انشالله این موضوع را بس نیست برای امروز بس دیوایس این پرینتر فردا ما پرسان میکنم خوب است کامپیوتر بهانه ماهانه نکنی خوب که چارج نداره یا مثلا امشب اوجه رفته بدم امروز جه رفتم امروز جه فردا بخیر امتحان تست خوب از طرف روز درس میخوانیم فردا امتحان بله امتحان تست فردا امتحان امتحان بله چون امتحان امتحان تست فردا امتحان داریم کنه خدا چی پدرت میگه از مایده امتحان بی که لایق شده یا نشده خب یعنی از یعنی شما از 13 تا به از 13 درس 13 تا به 19 تا به 25 پوره شد نه دیگه استاد جان این قسم نمیشه باز سه کنیم پیش بکنیم بعد درس ما باز درس ای از 25 هست باز تا 30 باز دوباره